سلام علیکم برادر، در کانال ما داشتن فراموش نکنید. کانال ما در یوتیوب دوستانی الله می باشد، دستگیری ما پیشروی ماست. خب سه سوال داده بود است دانشمند رومی و امام ابو حنیفه رحمت الله علیه. دوی او را برادر ما دریافت کرده است، یکیش نیافته است. اون سه سوال چی بود؟ یکم، این دانشمند رومی که بسیار انسان متکبر بود، برای گویم که امام ابو حنیفه را در پیش شاگردها و خلیفه نشان دهد که یک آدم بی سواد است، این به سوالهای من جواب گفتن نمیتواند. آمد نزد خلیفه و خلیفه را گفت همین امام ابو حنیفه که امروز آوازه و تمام عراق فرا گرفته است، میخوام با تمام شاگرداش اینجا حاضرش کن، سه سوالش میتیم، از همین سه سوال من یکی را جواب گفتن نمیتواند. بعدا خلیفه میگوید امام ابو حنیفه را گفت همین خیلی دانشمند رومی آمده است، همین خیلی تصمیم گرفتگی است، خواهش میکنم تمام شاگردهایی که داری همش قدیم دربار من حاضر شوید. بعدا وقتی که آمدن این دانشمند رومی همین منبری که من نشستم هم تا بالا در نشست امام ابو حنیفه از پایان گفت سوالها تا پیشنهاد کن، چی سوال داری؟ گفت یکم، اینا را من یک بار گفتم که یک برادر با خواهش کرده است. یکم، پیش از خدا کسی بود یا نبود؟ دویم، همین روی خدا کدام طرف است؟ سیوم، الحال خدا چیکار کرده ایستاده است؟ شاگردان شنیدن حیرت ماندن، این چی سوال؟ حضرت امام ابو حنیفه گفتند تمام. گفتند اگر شما پایان شوین از منبر، اگر من بالای منبر میبرایم، زیرا که الکی شما به من احتیاج دارین. سوالها تا گوش کردم، تو اگر پایان بیا، اگر من از بالا با شما صحبت دارم. خیلی پایان آمد، برآمد منبر دور، گفت حساب کن، گفت تا 10 حساب کن، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. گفت اگه با پایان بیا، گفت 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1. باز پایان بیا، گفت آخه چیزی نیست. وقتی که پیش عدد که خودش یک گویم مجازی است و لفظی است، پیش از یک چیزی وجود نداشته باشد، پس پیش از خدا چیزی وجود نداشت، چیزی وجود نداشت و پیش از خدا. دویم گفت حیرت ما دانشمند رومی هم فکر میکنن که البته ملا بی سواد است، ولی بسیار آدم‌ها خیال شدن که ملا بی سواد است. بعداً گفت روی خدا کدام طرف است؟ حضرت امام ابو حنیفه میگه بعد شاگرداش گفت که یک شمع در تینگ، شمع در دادن. بعد به طرف همین دانشمند رومی گفت کنی نگاه کن که همین روی شمع کدام طرف است؟ همین روشنایی که دارد کدام طرف نگاه دارد؟ دانشمندی گفت به همه طرف روشنایی روانه است نگاه دارد. گفت پس خدا هم به همه طرف نگاه دارد. بعد از آن گفت خدا چیکار کرده ایستاده است؟ گفت الحال تو گفت درباره منبر بودی، کار خدا این که تو را پایان آورد و کار خدا این که الحال مرا بالای منبر آورد و تو را خوار کرد و مرا عزت داد. ما را عزت داد و تو را خوار کرد. اینا کار خدا. گفت خدا اینمی تکرار کرد. گفت میگه دانشمندی رومی خانهش گفتن راست میگه. گفت هم تا شرمنده روش تو از مسجد برای از نزد خلیفه برآمد رفت. این بدون سه سوالی که نسبت امام ابو حنیفه دادن.